فکر میکنی الان داری با ذهن خودت زندگی میکنی؟ اگه بهت بگم که خیلی از فکرایی که الان توی سرت هست مال خودت نیست چی؟ یه پروژه مخفی هست به اسم گیت 8. میگن دولت‌ها و رسانه‌ها هر ماه 8 تا پیام اصلی رو بین مردم پخش میکنن. اینا مستقیم نیستن، قایم میشن. توی فیلمی که میبینی، تو آهنگی که زمزمه میکنی و حتی جوک مسخره‌ای که تازه داره وایرال میشه. حالا هدفشون از این کار چیه؟ تغییر آروم باورای میلیون‌ها آدم بدون اینکه بفهمن. از اینکه چی بخوری تا اینکه یه قانون جدید و نانوشته رو از قبل قبول کنی. بذار ساده تر بگم، مثل کاشتن یه بذر توی مغز آدمه. الان رد میشه، طبیعیه، ولی چند ماه بعد با خودت میگی خودم به این نتیجه رسیدم. و ترسناکترین بخش ماجرا اینه، حتی همین ویدیو ممکنه یکی از همونا باشه. هیچ وقت معلوم نیست کی داره ذهن ما رو برنامه‌ریزی میکنه، ولی من این کارو نمیکنم. من داشتم اطلاع میدادم. اگه این ویدیو به هوشیار شدن تو کمک کرد، خوشحال میشم با فالو کردن یک حمایت ریزی هم از من بکنی و طبق همیشه چکرم.